درمانده شدم از همین کوچیدن ها. خانه خوب، خانه زیبا، اما آخر اینقدر کوچ و کوچ. حداقل همین 3 ساعت همینجا زندگی کنیم. آخر چیکار کنم؟ کار نظامی همین خیلی باشد. اگر به من راهبرم گوید که به دیگه منطقه رویتون باز به سفر خدمتی مجبور میروید. خیر، نصیب و تقدیرمون همین بوده است. خیر، مهم صحتی سلامتی است. تو مدین جان بچم چیکار میکنی؟ خسته شدی؟ خسته شده باشی شین دم گیر، کمتر استراحت کن و رفته به اتاقت را جابجا کن، لباساتت ته کن. خوب شده است مادر جان، اما من خسته نیستم. خوبش میروم به اتاقم، چیزهایم را جابجا میکنم. چه آفرین، مالش خیلی. بله دخترم رفت، لیکن بیا من یک لیتر آبوش گیرم بعد رفت. مشکلی او رو میفهمم، نه که از سبب که ما بسیار میکوچیم از یک منطقه به دیگه منطقه او دوگانه دائمی ندارد. من امیدوار هستم که از همین جا به نفقه میبرایم و او به خودش دوگانه دائمی مییابد. کاش که این خیلی شود. دعا میکنم دایم. من فکر میکنم که به نفقه میبرم و دخترمون دوگانه دائمی مییابد. همش خوب میشه. کاش که شب و روز دعا میکنم. اما راستی شما هم این را پای بردید. این دفعه خرسند بود مدینه. هر دفعه اگر وقتی میکوچیدیم بسیار ناراحت و روح افتاده بود، ولی این دفعه او رو خوشحال میبینم. با فکرم دخترمون کلان شده است. کاش که کلان شده باشد یا که شاید خانه برای او معقول شده باشد. اما باز هم دلم در جایش نیست. خیلی نگران هستم. فکر میکنم زیر کاسه نیم کاسه هست. رفتارش خیلی نگران کننده است. کدی بچم؟ مادر جان ممکن است به مغازه روم؟ علاقه از کجا فهمیدی اینجا در کجا است مغازه؟ پیشکو مجبور میکردم نمیرفتی بیرون. این خیلی اینجا به داو مغازه رو شدی؟ تیزکک میروم و میبیایم. در راه یک مغازه رو دیدم. یک بارگی گرد و اطراف را میشناسم. خب بچم، اما با فکرم کمتر دیر شده است. سخت نخواهی رفتن؟ بله. اما خیلی جالب است. میلش خیر رو زود بیا. خیر بچه. رحمت مادر جان. خیر تیز دویده بیا تا خوراک شام بیا بچه. یک تا چای نوشید. چای گرم کرد در هوای سرد. باز چی شد؟ نمیدونم، دلم خیلی ناآرام است. خیلی نگران است. آتش گرفته است وجودم. از همین دختر خیلی میترسم.
خودت هم همین دوست می‌داری واهمه کردن از یک شدن؟ واهمه نیست داداش. اون رفتار این دختر رو بینید شما رو چقدر نگران نمی‌کند این رفتار این دختر. حاضر برآمده رفت در این بگاهی روز گفت که در وقتی آمدن در راه مغازه رو دیده است. مغازه؟ ولی مغازه پس از کوچه هست در دیگر طرف. ما دیگر راه وقتی آمدیم چخیل وای به مغازه میرم گفت. وای ندیده بود مغازه رو با نبود. انا دیدید راست میگویم کو باور نمیکنید. بسیار رفتار شبهناک است. خیزید از پسش رویم. خیزید التماس. فکر میکنی که دیگه کار نیست؟ از قفلش رویم باید. حتما خیزید داداش خیزید دویده رویم. خوب هستی؟ ما گرماشناس هستیم. من شما رو در یادم ندارم. تو وقتی پیام نوشتم با دکتر بودی که؟ من در یاد ندارم که با یگان مرد معاشرت کرده باشم. ای تو با مرد نیو با تخمینه صحبت میکردی؟ هیچ کس حقوق ندارد دختر مرا آزار دهد.